در ناحیه ماهمند پاکستان که هممرز با افغانستان است، منصبداران دولتی و رهبران قبیله ها مقدار زیادی مواد مخدر را محو گردانیدند. سال 2000 پاکستان خود را کشوری پاک از مواد مخدر اعلان کرد. اما منصبداران این کشور میگویند که در منطقه قبیله ها بعضی کشاورزان محلی با اشاره به ناامنی و قشاقی به کشت غیرقانونی مواد مخدر روی آوردند. در کابل نامزد کرسی ریاست جمهوری افغانستان اشرف غنی احمدزی کمیسیه مستقل ناظر انتخابات را با جانبگیری از یک نامزد و عمل ناشفاف متهم کرد. به گفته این نامزد، کمیسیه باید قبل از اعلان هر گونه حساب پیشکی رای‌های تقلبی را تشخیص و از حساب عمومی بیرون کشد. روز یکشنبه کمیسیه انتخاباتی افغانستان بعد حساب تخمینا نصف آوازها ابراز داشت که عبدالله در جای اول و اشرف غنی احمدزی در جای دوم قرار دارند. از احتمال دور نیست که این دو نامزد در دور نهایی انتخابات روبرو شوند. در شهر الماتای قزاقستان اعتراض سابقه‌داران جنگ دوم جهانی و گروه‌های نظامی به برخورد خشونتبار تبدیل یافت. جمع آمدگان نسخه‌های یک نشریه محلی را که در آن میراث آدولف هیتلر پیشوای آلمان ناتسیستی تعریف و توصیف شده بود آتش زدند. شماره اخیر مجله انیز آدم کاملا به حیات و فعالیت هیتلر بخشیده شده است. کمش یک کارمند مجله به اعتراضگران مقاومت نموده ابراز داشت که نشریه کدام کاری بده نکرده است. در آذربایجان پدر و مادران 8 عضو بازداشت شده گروه نیدا با طلب محاکمه عادلانه فرزندانشان گرسنه‌نشینی اعلان کردند. فعالان بازداشت شده گروه جوانان با نام نیدا با اتهام طرح‌ریزی ناآرامی‌های ضد حکومتی ماه مارس سال 2013 هم مورد محاکمه قرار گرفتند و اگر جرم آنها ثابت شود هر یکی از آنها امکان دارد که از 6 تا 8 سال زندانی شوند. فعالان نیدا هم در محبس گرسنه‌نشینی اعلان کردند. آنها عیبنامه را سیاسی نامیده تاکید می‌کنند که یگان عملی بیرون از چارچوب قانون نکردند. در شهر قزان جمهوری تاتارستان فعالان جوان نمایش و بازی‌های تشکیل کردند که هدف از آن آگاه نمودن مردم از فساد است. این چهاربینی 20 اپریل با اشتراک نورسان در 4 گوشه قزان دایر شد. تشکیل این معرکه را دانشجویان توسط شبکه‌های اجتماعی آغاز نمودند.